چیز صدا میاد. اکشن حرکت. خانم قاسمی گفتم که آقای دکتر تا یکم دیگه میرسن. شما دیگه چرا صبر نداریم؟ آخه اگه صبر میداشتیم که دیوونه نمیشه. خانم قاسمی من 100 بار بهتون گفتم منو به فامیل شوهرم صدا نکنید. این چه وضعیه؟ مگه یه خانم نمیتونه از خودش شرم و مظلمت داشته باشه؟ واقعا ما زنا تا کی باید این همه زن ستیزی رو تحمل کنیم؟ چی گفتین؟ زن ستیزی؟ نه قبلترش. ما زنا. نه چی داشته باشه؟ آها شرم و مظلمت. منظورتون شأن و منزلت دیگه. فرموده توی دیوونه به من بگی چی درسته چی غلط. خانم قاسمی مگه من نگفتم منو به فامیلت میکنم؟ خانم این فامیل خودتون شما اصلا ازدواج نکردین. ایوا واقعا؟ اصلا تو زندگی شخصی من از کجا میدونی؟ اگه میخوای به من پیشنهاد ازدواج بدی یا باید بگم هنوز من خور نشدم که با یه دیوونه ازدواج کنم. خانم پیشنهاد ازدواج چیه؟ چی دارین میگین شما؟ همه اولش همینو میگن. آره؟ نه ایوا مرد این دور زمانه چقدر سریع ناامید میشن. دختر باید یکم ناز داشته باشه دیگه. نمیتونم همون اول سریع بله بگم. من دیوونه نیستم. من همه اولش همینو میگن. ولی خب نگران نباش من زن بسازیم. بالاخره تو تقدیر منم زندگی با یه دیوونه بوده. میتونم صحبت کنم؟ بله خواهش میکنم بفرمایید. خانم قاسمی من دکتر جمشیدی ام، لطفا به خودتون میای. چشمای ژاپنی، بیه کج، زاویه فکه 90 درجه منفی. خیلی شبیه آقای دکتری ولی کورخونی. منو نمیتونی گول بزنی. دیوونه شیطون. خانم قاسمی میشه برین و این کارا رو تو اتاق خودتون انجام بدین؟ آقای دکتر شمایی کی اومدین اینجا؟ ببخشید اصلا متوجه اومدنتون نشدم. ولی حالا درسته دکتری ولی آدم موقع ورود به اتاق یه خانم محترم در میزنه همینطوری وارد نمیشه. واقعا راست میگن که شعور سواد نمیاره. خانم پرستار شما بدون در زدن وارد اتاق بنده شدی. اتاق شماست؟ ای بابا ببخشید اشتباه اومدم. انگار من همش چپ و راست و هم دیگه قاطی میکنم. خانم محترم اتاق شما مستقیمه، نه راست نیازه برید نه چپ. خیلی خوب حالا آقای دکتر یه بار اشتباه اومدم. حالا یه بار شما فکر کردین چون دکتری میتونید هر طور خواستین با بقیه رفتار کنید؟ نه اینجا از این خبراست. باشه خانم من معذرت میخوام از شما. حالا میشه از اتاقم برید بیرون من لباسم عوض کنم؟ بله خواهش میکنم. من درکتون میکنم آقای دکتر. آدم هر روز با این همه دیوونه سر و کله بزنه آخر خودش هم دیوونه میشه. شما خوب تحمل کرد. دقیقاً خیلی خوب تحمل میکنم. راستی آقای دکتر وقتی شما نبودین یکی از این خلاچلا اومده بود گفت من دکتر جمشیدیم میخواست منو گول بزنه ولی نمیدونه من خودم روزی 1000 تا مرغ رنگ میکنم جای خروس میفروشم. بله متوجه شدم. حتما پیگیری میکنم. واقعا به این همه هوش شما من قبطه میکنم. میدونم الان من باید جای شما میبودم اما خب همه تو زندگی مثل شما خوش شانس نیستن. معلوم نیست سهمیه چیزی داشتیم. با ببخشید یادم رفته بود در بزنم. دکتر چهار بیمار جدید امروز وارد مرکز شدن. خب نوع بیماریاشون رو یادداشت کردی؟ بله کاملا خیالتون راحت باشه. همه ثبت کردم. بیمار اول سرطان دستی بیقرار داره مواظب باشید. ممنونم. فقط یه خواهشی ازتون داشتم اگر امکانش هست جلوی بیمارا بهشون نگین مریض دیوونه و روانی. آقای دکتر مگه من آدم بیشوری هم که مریض دیوونه روانی بگم مریض دیوونه روانی؟ سلام. سلام. خوبید؟ از این بهتر نمیشه.
چقدر خوب. خودتو معرفی می‌کنی؟ آن نشناختی؟ راستش نه. از این زاویه چطور؟ از این زاویه راستش نه. من میزنم. میزنی؟ چی میزنی؟ ساز میزنم. البته میخونم. چی میخونی؟ شکلات من. دوباره. میزنی؟ چی میزنی؟ من ساز میزنم. البته هم میخونم. چی میخونی؟ من خیلی آهنگ ها خوندم و انتشار کردم. چه؟ ای واقعا میشه برای یکیشو بخونی؟ بله حتما. قسمت نمیشه این بار برای تو خدا بس کافیه، لطفا بشینید باید با هم صحبت کنیم. واقعا دکتر چیکارشون داشتی؟ ای بابا داشتم میخوندن دیگه. فکر کنم بعد از این همه سال دوری من از موسیقی دیگه مثل قدیم نمیتونم بخونم. نه اصلا اینجور نیست. خیلی قشنگ میخونی. توجه نکنی اون بیشعوره. خانم قاسمی بنده اینجا هستم. تو محیط کاری درست رفتار کنید. لطفا بشینید. من هیچ وقت جلوی یه خانم محترم نمیشینم. شما بفرمایید بشینید. وای شما چقدر جنتلمنی. خانم پرستار کجا میرید؟ اون تخت بیماره. مریضی؟ تو رو خدا حقیقتو بهم بگو. من طاقت شنیدنشو دارم. از قدیم گفتن یه حقیقت شیرین بهتر از یه دروغ تلخه. الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی، طبیب حاذق این قلب من تو باشی، قلب بیمارم تو باشی، میدونی میشکنه این قلب من در کنج سینه، اگر بیدار بشم بس دیگه خانم قاسمی لطفا برید بیرون، من خودم تنها با ایشون صحبت میکنم. سمیه نرو، اگه تو بری اینا به من قضا نمیدن که من دستشوییم نگیره. خانم قاسمی چرا گریه میکنی؟ آقای دکتر میدونی 91 روز یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ پس این همه کتاب درس خوندین برای چیه؟ اینم من باید بهتون بگم؟ یعنی قلب من بعد از مرگم یه روز به قبل از چی؟ بعد از مرگم به مدت یه روز بخوام. یعنی قلب من بعد از مرگم یه روز به خواهش میکنم. من آخه گمش کردم. ابد یک روز یعنی قبل من حتی یه روز بعد از مرگم ابد یک روز یعنی قلب من حتی یک روز بعد از مرگم برای تو میتپه. وای خدای من چقدر رومانتیک. آقای دکتر یاد بگیرید زنتون هم ازتون شکایت داره میگه بعد 10 سال زندگی مشترک عزیزم بهش نگفتی تو خونه. خانم من اصلا زن ندارم. واسه همینه بهتون زن نمیدن دیگه. واسه ببینم به ایشون چه ربطی داره شما مجردی؟ بله؟ آقامون رو غیرت داره. آقای دکتر تو محیط کار درست رفتار کنید. مردک تو با این سنت هنوز نمیفهمی باید به یه خانم متعهل چطور صحبت کنی؟ نباید نزدیک بشی. واقعا که شعورا سواد نمیاره. خانم قاسمی بله آقای دکتر. بیرون. اگه تو از پیشم بریشم دنیا دق میکنم، شکایت مرغ تو رو به عشق عاشق میکنم. آره دیگه. نه دیگه یه سره میره دیگه. برو. دیگه یه سره میره دیگه. برو. سلام، حالتون چطوره؟ خوبم اگه شو زیاد میذاره بر نباشه. کی؟ همین خانم. آقای دکتر نمیخوای چیز بهش بگیرم؟ چه با دمایی پیدا میشه؟ مشکل شما با این خانم چیه؟ نمیدونم بهش بگو بره. خب خانم شما برید. کجا برم آقای دکتر؟ بگین اون بره. چرا من برم؟
بابا. خانم قاسمی حالا شما مدارا کنید برید بیرون. من از جام نمیخورم. چی شما با این دیوونا تنها بزنم؟ آقای دکتر میترسم کار دست خودتون بدید. اون وقت من جواب خانومتون رو چی بدم آخه؟ خانم پرستار من 100 بار گفتم زن ندارم. دقیقا واسه همین باید مراقبتون باشم. میخواین سینگل بگوشیم؟ خانم قاسمی بیرون لطفا. باشه خودتون داد میزنید. راست میگم شور سوار کنید. خب خیال شما راحت شد؟ اسمتون چیه؟ مهسا. چی؟ مگه مهسا چشه؟ نه من نگفتم مهسا بده، فقط چون خیلی قشنگی رو تعجب کردم. داری گولم میزنید و از اولش منو دوست نداشتی. از اولم میدونستم تو منو نمیخوای. مامانتم که منو به تو این میکرد طرف اونو میگرفتی. بلکن بذار به حال خودم ببین آقای مهسا بابا کاری ندارم که چیه؟ الان اوضاع حالت چطوره؟ خودت چی فکر میکنی؟ خیلی خوب به نظر نمیای. آره تو هم همینو همشون همینو میگفتن. مگه من چه نکنه زشتم. من زشتم. خب الان منظورت اینو من زشتم. این هم حساب خودم رو بعد یکی کردم. مگه خودت خیلی قشنگی با اونها روی پاچه موزی. الان از من دقیقا چی میخوای؟ باستی لواشک کادو کن. یه لحظه منظور من این نبود. چی؟ نگه تا اندازه یه باستی لواشک بده. خریدن لواشک اینقدر سخته. خدا دیگه نمیتونم نفس بکشم. باش پس تو که حالت بده من برم برای خانم پرستار پاسی بگیرم. وایسا بگیر. باش پس تو که حالت بده من برم برای خانم پرستار پاسی بگیرم. وایسا حالا اونقدرم بد نیست نه، ولی کارت خیلی زشت بود به خاطر لباس خریدم. اما لواشک برای کیه؟ برم خواهرتم همش میاد پشت من هرچی میگه تو. این کی این پاستی رو میخواد؟ نه ولی بازم هیچ وقت یادم نمیره اون ماشین اشکم بودم. دلم میخواد برم پیتزا بخورم، کاش یکی با هم بیاد. منو ببر تو خدا. باش پس باید یکم همینجا اون یه دختر خوب باشه. باشه؟ خدا خیر کنه این یکی. خانوم قاسمی. بله آقای دکتر. آقای قاسمی. مشغول حرفشون کردم. آقای دکتر. منم آقای مریض. آینانه زنم منو میزنه. هزار نفر بهم زنگ زدن جواب هیچ کی ندادن. خانم قاسمی بیمار قبلی که سندروم دست بیگانه نداشت. این موقع دکتر حواسم نبود جا به جا نوشتم. بیماری مونتراشیه. فقط یه لطفی یه خواهش که ازتون دارم یه لطفی کنید. جلوی بیمارا رو درست رفتار کنید. آقای دکتر وقتی بهشون میگم دیوونه تو چرا گفتی دیوونه؟ صمیمی رفتار میکنم که بهشون کمک کنم. میگی چرا صمیمی بودی؟ من به کدوم رقصتون بسازم؟ خانم قاسمی شما کیه؟ قاسمی مخاطبینون خانم هاشمی کیه؟ خانم قاسمی شما هیچی نگو باشه فقط یادداشت کنی کافیه. سلام. حالت چطوره؟ من حالم خوبه میشه تا شما برید به حال بقیه برسید. بقیه احتیاج بیشتری به کمک دارن. این که به نظر نمیرسه خودش گاف فرض کنه. آقای دکتر اشتباه شما همینجاست. مریضا ها همون اولش خودشون رو نمیدن خودشون یه آدم سالم نشون میدن که بتونن به مزرعه ذهنشون برگردن. چی؟ خانم این ادا اصولا چیه؟ آقای دکتر منظورم اینه که علف بخورن. حتی ممکنه گاهی اوقات اونا انسانا رو شکل علف ببینن. واقعا؟ بله این یعنی من شما همین الان تو محدوده دیوه تو محدوده دیده یه گام وحشی انسان نما هستیم و
هر آن ممکنه اون حیوان وحشی درونش آزاد کنه. وای خانم قاسمی این حرکت چیه؟ گاو وحشی انسان نما کدومه؟ خواهش میکنم جلوی مریض درست رفتار کنید. با من دستتون وظیفه‌ام شد. پناه بگیرید. پناه بگیریم. پناه بگیرم. واقعا پناه بگیرم. پناه بگیرید دشمن دوباره حمله کرده. چی شده؟ اونایی که پشت سنگرن هم اونجا بمونن، بقیه هم خودشون رو به نزدیکترین محله هم برسونن. آقای محترم بشین بهت میگم. چی؟ مگه نمیشنوی دارن تیراندازی میکنن سمت خانم چرا جیغ میکشی؟ آقای دکتر بهمون حمله شده. من نمیخوام به این زودی ببینم. من کلی آرزو دارم. نگران نباشید خانم، من اینجا، من نمیذارم بلای سرتون بیاد. خیلی برم. یا حسین تانکاشون داره نزدیکتر اینجا میشه. چه خبره؟ خانم قاسمی هاشمی هاشمی نداریم ما. هاشمی اینجا. خانم قاسمی شما چرا این جیغ میکشی؟ آقای دکتر مگه نشدی برامون توپ آوردن؟ قسم میخورم تو از همشون دیوونه تری. کاغذ خودکار داری؟ کاغذ خودکار؟ بهت میگم کاغذ خودکار داری. آره برگرد. اه، بهت میگم برگرد دیگه. بعد گفتی یا اینو. آره من گفتم چرا؟ چی؟ آره. بیا. چی؟ تو کاغذ خودکار داری؟ کاغذ خودکار داری؟ کاغذ بهت میگم کاغذ بله، خودکار بله. داری؟ برگرد. چرا؟ بهت میگم برگرد. ببخشید داری چیکار میکنی؟ دارم واسه زنم و دخترم نامه می‌نویسم که بعد از مرگم برسه به دستشون. وایسی ببینم شما دختر داری؟ دوباره میگم. دوباره بگو. ببخشید داری چیکار میکنی؟ دارم واسه زنم و دخترم نامه می‌نویسم که بعد از مرگم برسه به دستشون. آخه الهی ببین. وایسی ببینم شما دختر داری؟ نه. زن که داری؟ اونم. آقای محترم پس برای کی داری نامه می‌نویسی؟ به تو چه ربطی داره که من واسه کی دارم نامه می‌نویسم؟ واقعا خیلی زشته که تو مسائل خصوصی دیگران دخالت میکنید. آقای دکتر راست میگم که شور سواد نمیاد. خانم بیایم بریم بیرون، بیایم بریم تا من خودم دیوونه نشدم بین شماها. چی شد؟ تیر خوردم. خاک سرم. دکتر یا نزدیک. چی؟ دستیده. چی؟ دستیده. دیگه نه اونقدر دستیده. اینجا رو بود صدا جدی بگو دیگه نه اونقدر نزدیک. نقشت بیا بیرون. دکتر بیا نزدیک. نزدیک‌تر. دیگه نه اونقدر نزدیک. آره آره بیا نزدیک. نزدیک‌تر. دیگه نه اونقدر نزدیک. اینو برسون به دست سریا. سریا دیگه کی؟ بهش بگو تا آخرین نفس دوستش داشت. وای چه عشق قشنگی. آقای محترم شما هیچیتون نشده، اینجا میدون جنگ نیست، لطفا بلند شید باید باهاتون صحبت کنم. آقای محترم اسمشون چی بود؟ آقا رضا. آقا رضا. رضا جان. رضا با شما دارم حرف میزنم. یا خدا شما چرا همش جیغ میزنی؟ جنازه کدوم بود؟ ایشون کاملا سالمه، تنفس درمان قلب همه چیشون نرماله. چیکار می‌کنی؟ آقای دکتر بعضی وقتا آدم ها زندن اما زندگی نیست. آقا رضا. رضا جان با شما دارم صحبت میکنم. هاشمی رو روشن میکنم. پدر من رو زن در میارم. خب دردشم میره چرا اینجوریه؟ هیچ چیز از من نپرسین آقای دکتر. یه چیز خودتون بدونید. خانم بیمار قبلی بیماری بونتراپی نداشت، توهم سندروم دست بیقرار داشت. چی همه چیو میدونی؟ شما گفتین توهم گاوی داره؟
چیه خانوم؟ سن جوونی خیلی مظلومانه در آورد. کی؟ کی میخواد بشه آقای دکتر دیگه؟ ولی تو قبلی رو میگم. شما که نه جوونید نه از ماشاءالله کاریتون میشه. البته نفس خودتونه بعد آفت. سلام شما کی باشین؟ من دکتر جمشیدی هم خواستم باهاتون صحبت کنم. دکتر جمشیدی؟ میشنم. خب بفهم میشنم دکتر. حالتون چطوره؟ ولش کن احوال پرسی یا دکتر. من که میدونم چرا اینجا. چرا اینجا؟ چی داری حالا؟ بله متوجه نمیشم. جنس منس دیگه. چی تو دست والده بگو اینم. جنس چی؟ الان تو گوشی نوشتم دوباره الان این اسی اسکول این اسی اسکول بعدی که من مثلا یه حالتی زیر لب باشه این اسی اسکول یکی دوباره یک اسکول ترس خودشو پیدا کرده برای کارش 100 بار بهش گفتم یا کلارا نفرستین تلفن پلیس هرچه آدمی ناشی ببینن تو پارک تو هم تا کسی ندیده ست بزن به تراک. ببینید اینجا یه مرکز درمانیه. منم پزشک. پارک، پلیس، جنس اینا همش زایده ذهن شماست. یه نخ به منم بده. بله؟ فندک داری؟ فندک؟ من دارم. خیر بنده هرگز همچین چیزایی به خودم حمل نمی‌کنم. من دارم. خانم قاسمی شما تو جیبتون اینجا فندک دارین؟ نه یه دونه جیب بزن تو دستش برای تشکر. کسایی که میخواد فندک بگیرن این کارو میکنن. ببینم چجوری؟ نه بابا تو خیلی به سرت یعنی فندک داری؟ فندک؟ فندک؟ خیر بنده هرگز همچین چیزایی بکنم. که راست میگی. راست میگم. من آخرین فندکش واقعا تو گفتی اون فندک داری؟ فندک داری؟ فندک؟ خیر بنده هرگز همچین چیزایی با خودم حمل نمی‌کنم. من دارم. خانم قاسمی شما تو جیبتون فندک دارین؟ من میگم این کارو نکنی. من میخوام به یه نشون نمیاستم بگم که چیزه. میگم آها اینجوری سر تا خیلی گوه دادم آها آمه با آقای دکتر برای هر لازم شد بس تو استراحت کن یخته حالت بهتر شد. با منی؟ نه خیلی با سیسی هم. سیسی دیگه کیه؟ دوکی انقدر چیز میزده. تو با چیز میگفتی؟ نه. دوکی انقدر چیز میزده کور شده یا میبینی؟ رو تخوابیده. رفیقمه همه جا با میاد. سیسی به دکتر جون سلام کن. ده سلام بده الدن. سلام سیسی جون خوبی عزیزم جات راحته که اگه میخوای بگم یه تخت اضافه برای اتاقتون میبرم. یخته یاد بگیر. میگم ها ژلوف و ملوف این چیزی داری سرم داره میپکه. در مرکز رواندرمانی ما مجوز استفاده هر گونه دارو بدون نسخه رو نداریم. خفه خون بگیرامون کیلا تو بود به سیسی بودن. دیگه داری ورده بیار دیگه. با سیسیه. با خودی خردم. گم کردم. نه خیلی نه خیلی با تو خود خردم. با خودی خردم. اس جدید از آدم ما شوتی ها میفرسته برای جنساش. تو رو پلیس بگیره از ترس میشد میترسی به خوده. تو بخوام. نه خیر خانم من دارو مسکن ندارم. یه لحظه اجازه بدی من دارم. نوایی دادم. نصفش میدم. کل بستر رو خانم قاسمی آقای دکتر اینجا مرکز رواندرمانی شما حق ندارین بدون اجازه من به بیمار دارو بدید. چشم آقای دکتر. چند تو ضد عالی آقای دکتر بیچاره زن چی میکشد از دسته. کی به این زن میده؟ یه دقیقه دیالوگ واسه چشم. زنش بزرگ
همونجا با خنده زنش کجا بود بابا؟ کی به این زن؟ ها زنش کجا بود بابا؟ کی به این زن؟ دیده خانم خودتون رو دقیقا به معرفی کنید بگید چرا اینجا بخنده کوتاه بیمار من اینجا خودم میخواستم بخندم اینجا بوده راست میگم یه جا بود خانم خودتون رو دقیقا به معرفی کنید بگید چرا اینجا خب جونم برات بگه ما رفته بودیم برای سیسی شلوار بخریم منم داشتم بقیه لباسا رو نگاه می‌کردم یهو دیدم یه یارو سرش انداخت پایین اربار دم اتاق شد که سیسی اونجا بود هرچی داد میزد میگفت بیا برا بیرون دارم لباس عوض میکنم ترفالش نمیشد منم رفتم جلو یقه ترفا گرفتم برشگاه کردم یقه ترفا گرفتم بلندش کردم پرتش کردم از اتاق بیرون یه لقطم زدم یکم زدم تو گوشش این دیگه چرا نترسیدی؟ اومدم عقب دیگه چقدر بترسم یه تو گوشی دیگه یه تو گوشی من جا خالی یه تو گوشی من این دیگه چرا خوبه بیا برو خب جونم برات بگه رفته بودیم برای سیسی شلوار بخریم سیسی تو اتاق پرو بود منم داشتم بقیه لباسا رو نگاه می‌کردم یهو دیدم یه یاروی سرش انداخت پایین ادوار دم اتاق شد که سیسی اونجا بود هرچی این بیزمون داد میگم بیزمون یا بگم زون بسته هرچی این دام بسته هرچی این زون بسته داد میزد میگفت بیا برا بیرون دارم لباس عوض میکنم ترفالش نمیشد منم رفتم از جلو یقه ترفا گرفتم بلندش کردم و یکم زدم تو گوشش این دیگه چرا که طرف مودم زرت تا پرت می‌کرد گفت اتاق خالیه اینجوری شد که منم ها راست میگوی یکم زدم تو گوشش چون مدام زر میزد اتاق خالیه ولی یارو ترسو نداشت چی نداشت؟ همین چیز شما بهش چی میگون؟ جیگر همون جیگر نداشت اینجوری شد که حالا ما رو بردن اینجوری شد که ما اومدیم با سیسی پارک کنم ببینید اینجا پارک نیست من میدونم ممکنه ذهن شما یه چیزایی رو میتونی ببینی خوابه باشه ذهن شما ممکنه یه سری اتفاقات رو یه آمو ببندی دهنت حالا بیدار میشه بیا بالا بیرون میدن خانم قاسمی بله آقای دکتر اینم اندازش بیرون چشم آقای دکتر راستی گفتن که سواد شعور نمیاره درست گفتمش شعور سواد نمیاره خانم قاسمی بیرون ماسکه کامل اوکی راستی گفتن که شعور سواد نمیاره خانم قاسمی بیرون لطفا بلد نیستم اکشن دوباره همون رو بزن تجربه بیمار قبلی رو انجام دادید؟ ایوا مگه نگفتیم نیاز به عمل فوری داره کدوم رو خانم من روانپزشکم نه جراح این آرده ما از اینجا یک گزارش قتل دریافت کردیم بله ممنونم فکر میکنم نگران نباشید مقتول کجاست؟ اتاق 104 قتل چطور اتفاق افتاد؟ ضربه گلوله یعنی چی دارین میگین؟ اون بیهوش شده بود اون فقط یه دیوونه است خودت دیوونه ای شما یه چیزی بگو خانم قاسمی نه مغلطه نکنید آقای دکتر من هیچ وقت از یک قاتل دفاع نمی کنم پس قاتل ایشونه بله دقیقاً خودشون برگرد چه پوشی گردنت قرمز خانم قاسمی شما که اونجا بودین یه چیزی بگین من کی کشتمش؟ همون موقعی که باورش نکردی کشتیش